درود دوستان عزیز، من سحر هستم. به پیج و کانال من خوش اومدید. ممنون میشم که ویدیوهای منو لایک کنید، ساب کنید، به دوستانتون معرفی کنید تا بقیه دوستان بتونن از این ویدیو استفاده کنن. ببینید دوستان عزیز، قبل از این که فایل تک تک ماها رو بگیرم، انرژی خیلی انرژی قوی و عجیب غریبیه. گفتم براتون یه توضیح بدم تا در جریان انرژی ها باشید. ببینید دوستان، انگار یک پورتال جدیدی از انرژی باز شده از نیمه دوم خرداد که ما رو به یک بعد جدیدتر و بهتر زندگی ببره. اگر برگردین به خودتون و دقت کنید، میبینید که نسبت به 6 ماه قبل یا حتی 1 سال و 6 ماه قبل خیلی آگاهتر شدید. انگار تو عمق مسائل دارید پی میبرید و آگاهیتون بیشتر شده. درکتون نسبت به مسائل خیلی فرق کرده و از این به بعد خیلی بیشتر خواهد شد، چون که دقیقا چند تا سیاره در راستای هم تجمع کردن و توی خط قرار دارن. خب اینا بی انرژی نیستش، اینا به هر حال یک انرژی رو از خودشون ساطع خواهد کرد. حالا توی میان به هر حال اولا که آگاهی و درکتون بیشتر خواهد شد و دوما حرکت، تکاپو و عکس العمل هاتون سریعتر، قاطعتر خواهد شد. حالا اینجا تو این انرژی یه ذره انرژی های منفی داره و شما میتونید که اون انرژی های منفی رو به انرژی مثبت تبدیل کنید. ببینید، احتمال اینکه کلام های ذره تیز و برنده بشه، احتمال اینکه با واقعیت های روبرو بشید که این واقعیت های ذره براتون سخت باشه، ولی اینو بدونید که میتونه در راستای پیشرفت روح شما باشه. شاید یک انرژی های تو روابط عاطفیتون چیز کنید، تجربه کنید که اینو 1000 بار گفتم، هر چیز عاطفی که اگر شما رو نخواست و زندگی شما بیرون رفت، بدونید که به نفع شما خواهد بود. خلاقیت هاتون بیشتر میشه، ابتکار، شور، انگیزه، انرژیتون بیشتر میشه، حتی مسائل جنسی بیشتر خواهد شد، الهام بخشی ها بیشتر میشه. خیلی خوبه که از این تنش ها و استرس ها خودتون رو حفظ کنید، بیرون بیاین و از خلاقیت و شجاعیت خودتون استفاده کنید، چون انقدر انرژی ها زیاد میشه که شاید برید بی فکر عمل کنید، تصمیم های اشتباه بگیرید، یا اینکه تو یک بحث و گفتگوی ساده بخواد به یک جنگ بزرگی تبدیل بشه، یا بی فکر بخواید برید یک عملی رو انجام بدید و سریع عمل کردن وجود داره. شما سعی کنید که این شجاعت و قاطعیت رو برای رسیدن به اهدافتون، برای تجارت و نوآوریتون استفاده کنید. براتون یه ذره بیشتر توضیح بدم. ببینید دوستان، انگار دنیا، زمین داره یه تکونی به خودش خواهد داد. حالا این تکون انرژی های از خودش ساطع میکنه، حتی امکان داره که زلزله هایی به وجود بیاد به خاطر این تکونی که زمین به خودش خواهد داد و تنش هایی رو به وجود بیاره، یعنی انرژی ها رو در شما بیشتر کنه، گیج و سردرگم بشید. شاید تو عمل انجام شده قرار بگیرید، ندونید چه کار کنید، ولی اگر با این انرژی آشنا باشید، اگر بدونید که شما الان قدرتتون، قاطعیتتون بیشتر شده، شما انگیزه و شور و هدف دارید، به جای اینکه اونو بخواین با استرس، مشاجره، دعوا، بحث یا قدرتتون رو بخواین جای دیگه استفاده کنید، اونو به انجام کارهاتون برسونید. یعنی برای کارهاتون اقدام کنید، راه بیفتید، شروع کنید، حرکت کنید. اینجا خیلی از دوستان باید مواظب فشار خونشون باشن، چون احتمال که فشار خونها یه ذره بالا بره به خاطر انرژی وجود داره. مواظب آتش سوزی، برق، هر چیزی که برق داره، آتش سوزی، چوب و هر چیزی که برنده باشه، اجسام برنده و آتشزا یا جای ارتفاع، باید خیلی دقت کنید، ایمنی رو رعایت کنید اگر با اینجور جاها سر کار دارید. و اینکه مواظب رانندگی باشید. کلام ها آتشین میشه، رقابت ها خیلی زیاد میشه، ولی تو این وسط خود واقعیتون رو میتونید پیدا کنید.
درود دوستان فروردین ماهی، امیدوارم که عالی باشید. دوستان فروردین ماهی، اگر مدت زیاد و طولانی یک کاری رو انجام دادید و الان منتظر نتیجه و زحمت اون کار هستید، اون کار براتون گرهش باز میشه و روی روال خواهد افتاد. ببینید دوستان فروردین ماهی، انرژی عشق و هیجان و نیروی جنسی برای شما خیلی فعال میشه. باید حواستون باشه اگر تو رابطه احساسی هستید یه وقت فکر خیانت به سرتون نزنه، یا اینکه کیس احساسی بهتون خیانت نکنه. روی مسئله یه ذره دقت کنید. احتمال که یه ذره تردیدهایی تو رابطه عاطفی براتون به وجود بیاد وجود داره، ولی یهو بی فکر تصمیم نگیرید. اول فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید، چون شاید این احساس شما واقعی نباشه و احتمالی که سختگیری از سمت عده‌ای براتون به وجود بیاد توی کارهایی وجود داره. به هر حال فعالیت اجتماعی شما خیلی زیاد میشه. اگر تو اینترنت کار میکنید، مشتری‌ها فالووراتون خیلی زیاد میشه. به هر حال جنب و جوشتون خیلی زیاد میشه، حرکتتون زیاد میشه، ارتباطاتون با خانواده‌تون، با خواهر و برادرتون بیشتر میشه. مذاکراتی که قرار انجام بدید هم خیلی بیشتر خواهد شد. سعی کنید برای موفقیت، برای رسیدن به موفقیت چیزی رو در موردش تحقیق کنید، مطالعه کنید، یادگیری داشته باشید. این میتونه برای موفقیت و رسیدن به موفقیت برای شما خیلی خیلی مؤثر باشه. یعنی هر کاری رو که میخواین انجام بدید، اول یکم در موردش فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید. اگر مدت‌ها منتظر تغییر و جابجایی محل کار یا محل زندگی، محل سکونتتون بودید، این جابجایی برای شما انجام خواهد شد. یعنی از یک محیط به یک محیط دیگه خواهید رفت. قراردادهای کاری و مالی شما روی روال میفته، قراردادهای جدید میبندید، پروژه‌های شخصی خودتون رو به حرکت در میارید و راه میندازید. درود دوستان اردیبهشت ماه، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. دوستان اردیبهشت ماه، اگر ماه پیش ذره سختی کشیدید و کاراتون کند پیش میرفت، الان تلاش کردن و تکاپو کردن شما زیاد خواهد شد. حتی رقابت کردن شما هم بیشتر خواهد شد و پیروزی بر علیه رقبا خواهید داشت. یعنی مقابل زور وامیستید و به ارزش‌های خودتون دقت میکنید. دیگه اگر از این تا الان بهتون کسی زور میگفتش، الان مقابلش وامیستید و اون نهی که باید بگی رو میگیرید. به هر حال یه تغییرات سازنده تو مسائل شغلی و حتی تحصیلی شما به وجود میاد. اگر محصل هستید، به تحصیلات بالاتری خواهید رفتش و داره میگه اگر میخوایم به موفقیت شغلی و تحصیلی برسید، باید مبارزه کنید، باید رقابت کنید، باید با تحمل مشکلات به رقیب فائق بشید و اینکه کلید یکی از آرزوهای شما به دستتون خواهد رسید. اگر مجرد هستید، براتون خواستگار راه هستش. به هر حال مشکلات شما رو کم قوی تر کرده و شما رو به سمت موفقیت، شکوفایی پیش خواهد بود. احتمالی که یک پول، کادو، طلایی دریافت کنید یا یک دستمزد بالایی بگیرید براتون وجود داره که این بهتون حس امنیت خواهد داد. حتی فروش و خرید ملک و هر چیزی که به زمین ربط داره براتون سود و منفعت خواهد آورد و افزایش درآمد دارید. کسب درآمد برای رسیدن به موفقیتتون، یعنی برای هر چی که تلاش کردید و زحمت کشیدید به کسب درآمد منجر خواهد شد و به هر حال از تجربهاتون استفاده کنید برای کسب درآمد و گفتگوها توی خونه و خانواده‌تون بیشتر خواهد شد. رفت و آمدها و مذاکرات با خواهر و برادر و خانواده‌تون بیشتر و صمیمیتر خواهد شد و احتمالی که تو راه قانونی و دادگاهی زیاد رفت و آمد کنید براتون هست. درود دوستان خرداد ماهی، امیدوارم که عالی باشید. ببینید دوستان خرداد ماهی، داره بهتون میگه که اگر یه کاری برای شما ساکن بوده، به حرکت در نمی اومده، الان وقتشه که به حرکت در بیاد. شما بیشتر قابل دیده شدن و شنیده شدن قرار میگیرید. امسال تولدتون متفاوت تر از سالهای گذشته خواهد بود. شما حرفتون برو خواهد بود. خودتون حتی حس افتخار میکنید از حرفایی که میزنید. حرفاتون خیلی قاطع و برنده و برو خواهد بود. ببینید داره میگه ابرهای
تاریک و سیاه و تار از زندگی شما داره بیرون میره و زمانتون رو خیلی بهش دقت کنید و غنیمت بشمرید. الان بهترین فرصت ها برای شما است و زمان رو ازش استفاده کامل از این فرصت ها رو داشته باشید. توی روابط عاطفی شما اگر چیز بهتر میخوای، اگر میخوای آینده تضمین بشه، باید از وابستگی های عاطفی رهایی پیدا کنی. اگر توی رابطه هستی که به دردت نمیخوره و برات خوب نیست، بهترین راه برای آینده روشن تو روابط عاطفی رها کردن و رفتن هستش. باید رها کنید چون یه چیز بهتر منتظر شما خواهد بودش. و تو مسائل مالی و کاری اگر حق و حقوقی دارید مثل بیمه، نفقه، مهریه، توی اداره و قانونی دارید حق و حقوق به نفع شما، عدالت برقرار خواهد شد و اون حق رو میگیرید. احتمالی که جایگاه کاریتون رو تغییر بدید، سمتتون و شغلتون رو ارتقا بدید و به یک جای بالاتر برید براتون وجود داره. ببینید اگر مسائل مالی به نفع شماست ولی توی مسائل قانونی کلامتون تو مسائل قانونی خیلی مؤثر خواهد بود. اینکه چی صحبت میکنید و چجوری از حقتون دفاع میکنید خیلی مهم خواهد بود. کلام شما باعث میشه که این مسائل رو ببرید یا اینکه ببازید. به هر حال سفر دارید و امضای قرارداد. دوستان تیر ماهی، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. ببینید دوستان تیر ماهی داره بهتون میگه اگه میخوای به موفقیت برسی، اولا در مورد کار تحقیق کن، مطالعه کن، یاد بگیر و در موردش در خفا کارتو انجام بده. اولا که در موردش به کسی چیزی نگو، دوما که اصلا فعلا کارتو علنی نکن، بذار کارت تموم بشه، بعد که تو به موفقیت رسیدی همه متوجه این موفقیت تو خواهند شد. این مسئله واقعا توی این یک ماه براتون خیلی مهمه، لطفاً بهش یه ذره دقت کنید. و مسئله دوم که این 8 سکه بود، مسئله دوم سلطانه. ببینید داره بهتون میگه شما برای رسیدن به قدرت باید ثبات داشته باشید، باید استوار بشید و قدرت داشته باشید تصمیم‌های بزرگ زندگیتون رو بگیرید. باید تصمیم‌های بزرگ زندگیتون رو بگیرید. دقیقاً میشه نقطه بعد از شروع، یعنی ایده‌تون رو شروع کردید، به ثبات رسیده و برای رسیدن به نتیجه باید تصمیم مهمی بگیرید و خبرهایی خواهید داشت، خبرهایی از طریق نامه، ایمیل، پیام، تلفن، از هر سمتی، از سمت اداری، از سمت قانونی، از سمت مالی، از سمت عاطفی خبرهایی خواهید داشت و یک چیزی توی زندگی شما تموم باید بشه. انشالله که غم و غصه هاتون هستش، انشالله که گرفتاری ها و مشکلاتتون هستش. برای تو بازسازی رابطه ها وجود داره، رابطه های جدید یا برگشتن یک عشقی از گذشته براتون وجود داره و خیلی مواظب سلامتیتون باشید. اگر جای احساس دردی میکنید حتما چکاپ بدید، آزمایش کنید. انگار شما از انرژی های منفی دارید خلاص میشید، از گذشته هایی که به شما چسبید، از زخم هایی که از گذشته خوردید دارید بیرون میاد. حس شهودتون، معنویتتون خیلی بیشتر میشه، عمقتون، درکتون به مسائل بیشتر میشه. اینکه نیاز به استراحت دارید. دوستان مرداد ماه، امیدوارم که عالی باشید. دوستان مرداد ماه چقدر جالب، براتون 2 تا از کارتا داره به گروه ها و اجتماعات تاکید میکنه. یه دونه کارت پاپ اعظم، یه دونه کارت باغ. داره بهتون میگه شما برای موفقیت باید اگه میخوان راه حل پیدا کنید برای سوالای بزرگتون، باید با گروه ها مشارکت داشته باشید، باید تو اجتماع باشید و به هر حال این انرژی برای شما وجود داره. شما دوستان و گروه های جدیدی رو پیدا میکنید، رفت آمدهای اجتماعیتون بیشتر خواهد شد، حتی خوشگذرانی ها، فان، باغ، مهمونی، تفریحاتتون بیشتر خواهد شد و به این وسیله میتونید به آرزوهای بزرگتون برسید. اگر مشکل سلامتی داشتید براتون بهبودی و درمان وجود داره. به هر حال توی این خوشگذرون‌ها و رفت آمدهای اجتماعی شما مورد معرض دید قرار میگیرید، مورد تایید و تحسین قرار میگیرید و این
اینها شما رو به اهدافتون خواهد رسید. شما پیروزی بر دشمن دارید. احتمالی که یک حکم قانونی یا مدرکی که مدت‌ها منتظرش بودید و پیدا کنید، بگیرید و یا اینکه راه حل پیدا کنید برای اون. از عقلتون استفاده میکنید، مسئولیتاتون رو به گردن میگیرید، یک فعالیت بزرگی رو شروع میکنید و تصمیم قاطعانه برای اون فعالیت خواهید گرفت. کارت دیگه ای که دارید داره میگه باید محافظت کنید از خودتون، خانواده‌تون، از شغلتون، از کارتون. انگار جلوی افرادی باید از حق خودتون دفاع کنید. کارت خرس دقیقاً معنیش همین میشه، از حق خودت باید دفاع کنی. ترس‌ها، تردیدها، دودلی‌ها رو باید کنار بذاری، قاطع و مصمم جلو بری، چون شما یک تولد دوباره دارید. به هر حال یه اتفاق مهمی برای شما در راه است. دوستان شهریور ماهی، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. دوستان شهریور ماهی، چه قشنگتر از این براتون خورشید اومده، یعنی شکوفایی، یعنی روشنایی، یعنی رسیدن به نور، یعنی دیده شدن، شنیده شدن، به شهرت و مقام رسیدن، ارتقای جایگاه کاری، مالی، اجتماعی. خیلی براتون خوبه و در کنار اون داره میگه رسیدن به اهداف و آرزوهاتون بعد از یه دوره سختی و رنج و تلاش، رونق، گرمی، مورد احترام بودن، مخصوصا تو محیط کاریتون، رشد و گسترش یافتن. انگار راه حل‌های جدیدی رو پیدا میکنید و عمل کرد نقشهاتون رو عملی میکنید. یک پیغام خوب مالی هم برای شما در راه هستش، ولی این وسط حواستون به شایعه ها و خبرهایی که بهتون میرسه باشه. اگر خبری بهتون رسید دقت کنید ببینید که این خبر واقعیت یا دروغه. اگر منتظر بارداری نیستید احتمال بارداری ناخواسته برای شما وجود داره، ولی اگر باردار هستید تولد یک فرزند پسر رو به شما تبریک میگم. به هر حال شما شروع یک موقعیت مالی بسیار خوب دارید که با آینده روشنی برای شما در حال تغییر هستش. یک تغییرات مهم دارید شما. از این یک مرحله زندگیتون به یک مرحله جدید دیگه راه خواهید یافت. انگار شانس با شما یار هستش، ولی توی روابط عاطفی شما احتمال داره تموم شدن و یک شروع جدید دیگه براتون وجود داشته باشه که باز هم این هم به خاطر روشنایی شماست، به خاطر رسیدن به روشنایی شما هستش. سعی کنید به استرستون، به اعصابتون تمرکز داشته باشید، حواستون به کلامتون باشه. شاید کلامتون تیز و برنده بشه، حواستون باشه دل کسی رو با کلامتون نشکنید یا با کلامتون کارهاتون رو خراب نکنید. امضای قرارداد کاری و مالی و رسیدن به هدف دارید. دوستان مهرماهی، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. دوستان مهرماهی، احتمالاً حال دلتون توی یک ماه اخیر اونجوری که دلتون میخواسته نبوده، نه اینکه خراب بوده ولی اونجوری که دلتون میخواسته نبوده. احتمالاً تو انزوا بودید، یا اینکه زیاد گریه میکردید، یا اینکه عذاب وجدان داشتید، یا بیخواب بودین، یعنی بیخوابی‌های زیادی رو تحمل کردید. الان انگار که از خواب بیدار میشید و میبینید همه اینهایی که دیدید خواب بوده. دارید به روشنایی میرید، دارید به ثروت، به مالکیت نزدیک میشید. ببینید دوستان مهرماهی، انگار یه چیزی تو زندگی شما داره عوض میشه، مخصوصا این فعل و انفعالات درونی که داشتید داره عوض میشه. حمایت افرادی رو توی زندگیتون خواهید داشت که از همه نظر به شما کمک میکنه. داره بهتون میگه سعی کنید صبور باشید، صبوری براتون خیلی خوب میشه، مثبت هستش. اگر صبور بشید حتی مورد احترام بقیه قرار میگیرید. سعی کنید این خشونت خودتون رو که اگه در بالا میاد بهش تمرکز داشته باشید. اگر هر کاری رو میخواید انجام بدید اول یک تمرکز و صبر داشته باشید و بعد اون کار رو انجام بدید. تو روابط عاطفی اگر تو رابطه ای نیستید با یک فرد خیلی دلسوز، مهربون، عاطفی، عاشق پیشه و یک معشوق خیلی احساساتی روبرو خواهید شد و همچین فردی به زندگی شما خواهد اومد. اگر پولهایی رو جایی سیف کردید، سرمایه گذاری کردید، اون پول به شما سود خواهد داد. قرض و بدهی هایی که دارید به همه پرداخت خواهد شد. انگار یک صفحه جدیدی از زندگی شما باز میشه، صلح و آرامش برقرار میشه، یک شروع جدید خواهید داشت.
درود دوستان آبان ماهی، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. دوستان آبان ماهی، اگر چیزهای شما رو به اسارت خودش در آورده بود یا بدبین بودید نسبت به مسائلی یا حتی چشم بد توی زندگی شما بود، همه اینها در حال تموم شدن و پاک شدن از زندگی شما هستن و اوضاع رو تحت کنترل خودتون خواهید گرفت. سعی کنید توی تصمیم هایی که میخواین بگیرید این تصمیم ها رو به دیگران نسپارید، خودتون قاطعانه تصمیم بگیرید، چون که یک زنده دلی و امیدواری در شما به وجود خواهد اومد. یک شراکت، معامله یا عاطفی یا کاری 2 نفره برای شما وجود داره. انگار شما با یک نفر دیگه تماس و ارتباط یا مالی یا کاری یا هر دوتاش برقرار میکنید که شما رو به پول ثروت بسیار قابل توجهی خواهد رسوند. به هر حال توی کارتاتون یک پول بزرگ در راهه، حتی کارت شبدر یعنی کارت شانس، فراوانی، اقبال، پول، نعمت، هر چیزی که خوبشه توی کارت شبدر وجود داره و عدد 2 خیلی توی کارتاتون تکرار شده. عدد 2 اشاره به شراکت ها و قراردادها داره و حتی اشاره به شک و دودلی ها، بدبینی ها داره. باید تشخیص بدید که چی درسته، چی درست نیستش، چی در مورد چی تردید دارین، در مورد اون باید اعتدال رو رعایت کنید، باید در مورد اون هماهنگی داشته باشید. سعی کنید زیاده روی نکنید تو بعضی از چیزها، توی هر چیزی میتونه باشه. و عدد 2 داره بهتون میگه شما باید زیاد احساساتتون رو درگیر مسائل و تصمیم هایی که میکنید نگیرید. سعی کنید که احساساتی نشید توی مسائل. احساسات میتونه کار شما رو خراب کنه. به هر حال یک موفقیت و شفا برای شما وجود داره. درود دوستان آذر ماهی، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. دوستان آذر ماهی، برای شما یک نقل و انتقال، یک تغییر و تحول وجود داره. برای چی؟ این تغییر تحول باعث میشه که شما به یک پول بزرگ بادآورده، یک پولی که غیر منتظره بهش برسید. حالا باید مسافرت کنید تا این پولو بگیرید یا توی مسافرت این اتفاق براتون میفته یا با یک تغییر و جابجایی این اتفاق براتون خواهد افتاد. یا اینکه یک پولی دستتون میاد که به وسیله اون یک خرید و فروش ماشین دارید یا ماشینتون رو عوض میکنید. حتی به وسایل نقلیه شما هم میتونه مرتبط باشه. به هر حال یک تغییر دارید شما، تغییر توی روابط عاطفیتون، تغییر تو مسائل مالیتون و تغییر و تحرک توی مسائل کاریتون برای شما وجود داره. اگر تو رابطه عاطفیتون کات بودید، برگشت عشقتون وجود داره. اگر مجرد بودید، احتمال ازدواج، پیشنهاد ازدواج و شریک تجاری برای شما وجود داره. آشنا شدن با یک فرد جدید عاطفی تو محل کارتون یا اینکه تو مسافرت یا توی یک تغییر مکان برای شما وجود داره. حمایت افرادی رو شما خواهید داشت، افرادی که از نظر اداری، فکری و مالی خیلی ایده های منطقی دارن، به شما کمک میکنن که بتونید این یک موضوعی که برای شما توش گره داشته و پیچیده بوده و قابل حل نبوده رو بتونید به راحتی حل کنید. از حمایت این افراد غافل نشید، حواستون باشه. شما این زمان براتون بسیار بسیار ارزشمند هستش. از زمانتون استفاده کنید. فرصت ها یکی پس از دیگری برای شما وجود داره. فرصت ها برای شما رشد و گسترش داره، بزرگ میشه همه. درود دوستان دی ماهی، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. دوستان دی ماهی، رستاخیز و 2 جام برای شما داره خبر از یک اتفاق جدید. انگار دوباره شما زنده میشید، انگار از مشکلات بیرون میاین و یک تولد دوباره دارید، یا اینکه زاویه دید شما نسبت به زندگی عوض میشه. به هر حال داره خبر از یک تغییر تحول بسیار بزرگی توی زندگی شما میده. انگار آگاهتر و هوشیارتر میشید. یک دگرگونی خیلی بزرگی برای شما در راه
حتی سلامتی برای شما وجود داره. اگر مجرد هستید پیشنهاد ازدواج، و اگر تو رابطه هستید امکان عمیق شدن رابطتون، نزدیک شدن به هم دیگه توی یک رابطه، شراکت به توافق رسیدن توی روابط کاری و مالی، ازدواج، نامزدی، یک عهد و پیمانی رو بستن، آشتی کردن برای شما وجود داره. یا روابط دوستانتون خیلی زیاد و بزرگ خواهد شد و بیشتر خواهد شد. به هر حال کوه مشکلات شما به کنار خواهد رفت و کلید مشکلاتتون رو به دست خواهید گرفت و قفلش رو باز خواهید کرد و به هوشیاری کامل خواهید رسید. انگار تشخیص خوب رو از بد خواهید داد. قراردادهای مالی جدید و کاری جدیدی رو امضا میکنید و یک تغییر مسیر کار میدید. شروعهای جدید مالی دارید، یک جرقه مالی، انگار اون کلید مالی به دستتون میرسه. حتی احتمال سفر براتون وجود داره، سفر برای مسائل کاری، مالی و عاطفی. به هر حال یک خبر خوشی به گوش شما خواهد رسید که تغییر میده، زندگی شما رو دگرگون میکنه. احتمال سفر براتون وجود داره، احتمال بارداری براتون وجود داره، احتمال ازدواج، خواستگار اومدن و شروع یک رابطه عاطفی برای شما وجود داره. رژیم و ورزش میتونه برای شما خیلی مثبت باشه و کسب درآمد خواهید داشت. درود دوستان بهمن ماهی، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. ببینید دوستان بهمن ماهی، اگه مدتی تو رکود و انزوا بودید، گوشه نشین بودید و الان دیگه استراحتاتون رو کردید، تجدید قوا کردید و نشستید فکراتون رو کردید، حساب کتاباتون رو کردید، چون که التیام روی زمان اتفاق میفته و اون زمان گذشته دیگه. الان باید بلند شید و شروع کنید. ببینید اگر تو زندگی چی احساس میکنید اسیر کسی هستید، یا اینکه یک کسی زنجیر به پای شما بسته و نمیذاره شما به موفقیتاتون برسید، نمیذاره شما به هدفهاتون برسید، از اون رابطه باید خلاص بشید. جدایی از این رابطه برای شما به نفع شما خواهد بود و موفقیت برای شما وجود داره، چون که بعد از این آس جامه، بعد از این رابطه‌های جدید وارد زندگی شما خواهد شد که به ازدواج، پیوند، شادی، خوشگذرونی، تفریح، موفقیت، نعمت، صمیمیت وجود خواهد آمد. یه رابطه‌ای که با احساسات خیلی عمیقی در راه هستش. فقط مواظب باشید که فریب افراد رو نخورید، حواستون به افراد باشه و شما انگار ذهنتون قوی‌تر میشه، تحلیلتون بیشتر میشه، شور و شوقتون بیشتر میشه، تو اجتماع بیشتر قرار میگیرید. یه دفعه نگاه میکنید میبینید بیشتر از وقتتون رو دارین توی بیرون از خونه میگذرونین و کارهای قانونی و اداری شما یک رور روال خواهد افتاد، یا اینکه یک خبری به گوش شما خواهد رسید که این کارها رو به روال خواهد انداخت، یا یک خبری به گوش شما خواهد رسید که یک رابطه عاطفی جدیدی رو برای شما ترسیم کنه، یک موفقیت جدید برای شما به وجود بیاره. به هر حال دیگه اگر یه زمانی رو استراحت می‌کردید، الان باید آماده بشید برای کارهاتون و کارهایی که موفق انداختین رو به جریان بندازید و این انگیزه و شور و اشتیاق و هیجانش هم به شما داده خواهد شد برای تکمیل پروژه هاتون. درود دوستان اسفند ماهی، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. دوستان اسفند ماهی، شما سفر دارید، مسافرت دارید، در راه چیزی باید باشید برای به دست آوردن چیزی، یه چیزی از راه دور. یعنی به خاطر مسافرت میرین مسافرت یه چیزی رو به دست بیارید، میرین مسافرت تا با کسی در ارتباط بشید، کسی با رابطه عاطفی رو برقرار کنید، میرین مسافرت تا خانواده‌تون رو دیدار کنید. به هر حال یک مسافرت، یک رفتن به یک جایی برای رسیدن به یک هدفی وجود داره برای شما. حتی میتونه دور شدن از یک کسی یا افرادی برای شما باشه برای رسیدن به اهدافتون. یعنی به خاطر اهدافتون میتونین باید از اون افراد دور بشید. میتونید میشه برای مثلا برای درس خوندن و ادامه تحصیل از خونه و خانواده‌تون دور بشید، ولی هرچی هستش برای شما مثبت هستش. حمایت افراد رو توی زندگیتون خواهید داشت، کمک افراد رو توی زندگیتون خواهید داشت.
تغییر خونه خواهید داشت یا جابجایی خونه خواهید داشت، تغییر شغل و سمت کاری خواهید داشت. یک شروع موفق توی زندگی شما به وجود خواهد آمد. یعنی شما از یک جای به یه جای دیگه میرید که یک زندگی جدیدی رو شروع کنید. حتی میشه رفتن به خونه بخت باشه، این هم میتونه برای شما وجود داشته باشه. ارتباطتون بیشتر میشه، مسائل مالیتون قوت میگیره، حتی احتمال خرید ماشین برای شما وجود داره. کارهای اداری و قانونی شما همه به روی روال خواهد افتاد. یک پول جدید به زندگی شما اضافه خواهد شد، یا یک خبر یا تلفنی در مورد یک پولی به زندگی شما خواهد رسید. اگه کدورت بین شما خانواده یا افرادی بوده، کدورت برطرف میشه، آشتی به وجود خواهد اومد، ارتباطات اجتماعی شما بیشتر خواهد شد و حتی اعتماد به نفس شما بیشتر خواهد شد، مشکلات برطرف خواهد شد.